دوبله شده در استودیو جن. خوشت اومد؟ خوبه خوشم اومد، ولی خب واقعی نیستن که. زینب یکیشونو بزنیم به دیوار اتاقمون؟ نه فاتح، هیچ کدومو هیچ جایی نمیزنیم. اینا رو میبریم میدی مادر بزرگت، همین. باش، پس من برم با مادر بزرگم حرف بزنم. اینا رو بدم بهش هر جا میخواد بزنه. بعد بلیطامونم بگیرم. خودتو جمع کن زینب. اشتباهی. مادر بزرگ میتونم بیام تو؟ بیا پسرم، البته که میتونی بیای. بیا عزیزم. عکس‌ها رو برات آوردم، بیا. چقدر زیبا. وای ببین چقدر به هم میاین. امیدوارم تا آخر عمر اینطوری با عشق به هم نگاه کنین. زینب دختره خیلی خوشگلیه. بله، خیلی زیبا. همه چی خیلی خوب میشه. نگران نباش مادر بزرگ، همه چی خیلی خوب میشه. روز به روز وضعیت داره به هم میریزه. برای اینکه مادر و پدرت سر لج نیفتن هیچی نمیگم، ولی شرایط هیچ خوب پیش نمیره. البته که همه چی میریزه سر زینب. خیلی دلم براش میسوزه. یکم به زمان احتیاج داریم. فردا زینبو میبرم مسافرت. ماه عسلم نرفته بودیم، بریم که یکم حال و هواشم عوض شه. خیلی فکر خوبیه. مقدس مثل یه فرمانده که توی جنگ پیروز شده تو خونه میگرده. حداقل اینجوری اعصاب این تفلکو خورد نمیکنه. تا وقتی که من و زینب با همیم و تو حمایتمون میکنی، از پس هر مشکلی برمیاییم مادر بزرگ. من همیشه حامی شما هستم. خیالت راحت باشه پسرم. چه عجب، پس هنوز تو این خونه آدم منطقی پیدا میشه مادر بزرگ گلم. شما رو بچه‌تون اسم اون خدا بیامرز رو گذاشتی. برای من هیچ هدیه‌ای بزرگتر از این نیست. ولی یه قول بهت میدم، اگه بعداً دختر دارم بشم اسمشو گلسوم میذارم. شوکت بابا جون، زینب باور نمیکنه که سفر رو شما ازم خواستین. کدوم سفر؟ بگو کدوم سفر دیگه. چیز دیگه لازم نیست قایمش کنیم شوکت بابا جون، چون زینب میگفت وقتی بابام تو زندانه من مسافرت نمیرم. منم مجبور شدم که واقعیت رو بهش بگم. بچه مگه نگفتی بده اعتماد کنم؟ 24 ساعت نگذشت همه چی رو بهش گفتی؟ توف اون رود بچه. یه لحظه بابا، واقعا تو خواستی بری مسافرت اره؟ بچه من بهت چی گفتم؟ گفتم دختره رو بردار و برو، نگفتم همه چی رو بگو. مغز نخوری. مجبور شدم بگم بابا جون، معذرت میخوام.
بابا جون. چی کار میکنی دخترم؟ ای وای، هیچ کار. یه لحظه احساساتی شدم دیگه. ای بابا. بله. مراقب نوم باش. چشم. اون مسافرتو میرینا. بله میریم. چمدونا رو آوردیم. از اینجا یه راست میریم فرودگاه بابا جون. میشنوم. من تو شکم. شنیده بودم زندان آدم رو عوض میکنه، ولی فکر نمی کردم تا این حد. عجب. دیگه؟ آخه اصلا اجازه نمیداد من مسافرتی جایی برم. ببین چقدر ملایم شده. الهی بگردم طفلی. دیگه؟ چی دیگه؟ شده در استدیو نمیخوای بهم بگی که ازم معذرت میخوای؟ به پام نمیافتی بگی معذرت میخوام که هی بهت گفتم دروغ میگی، التماس میکنم منو ببخش، نمیگی؟ گفته بودم سوم دبستانی ها، ولی نه مهد کودکی. بله، دختر یه دنده شوکت تو دلش شرمنده است. ای خدا، من اینا رو قورت بدم بذارم لای نون بخورم؟ این چی آخه؟ آی زفت کردم. چیه؟ به چی میخندی؟ خیلی عجیبه مگه نه؟ من تو دوتا غریبه تو یه سفر رو آشنا شدیم، ولی حالا تو یه سفر دیگه ایم. ولی دیگه غریبه نیستیم، خانواده ایم. چه خانواده ای؟ هر لحظه منتظریم دستمون روشه. زینب جون، میشه یه چیزی بهت بگم؟ ما به دنیا اومدیم که زن و شوهر هم بشیم. انگار 40 سال زن و شوهریم. خوبه؟ هیچ سوتی ندادیم. آره دیگه، هیچ سوتی ندادیم. چش نخوریم. ولی تو خیلی خوب نقش بازی میکنی. آفرین. نقش؟ آره نقش. باشه، بعداً درباره اینا حرف میزنیم. چیا؟ فعلا تا میتونی از سفرت لذت ببر. فقط رو سفر تمرکز کن و برو حالش رو ببر. باشه؟ منم با این حال میکنم. اینا منو کشته. گازش بگیرم. گاز. وقتی بیدار شد بازی کن. پس اون شلوارشو صاف کن. میزنه بالا، بعد خودش میگه صاف کن. دیوونه. ببین بچم چه نازه. میگم دست نزن. خیلی قشنگ شد نه؟ خیلی هم به هم میاد. خیلی. ولی فاتح هم خیلی خوشتیپا. بله، بایدم باشه مامون بزرگ. تو عمرت شکرزاده چیه زشتم دیده بودی؟ چی کار دارین میکنی؟ دیدم دخترم، دیدم. این از کجا در اومد؟ فاتح بهم داد، از چمدونش در آورده. ازتون خواهش میکنم اونو از اونجا بردارین ببرین تو انباری بزنین. اینجا دیگه چرا؟ معلومه چی میگی؟ دیگه داره شروعشو در میاری یا؟ این عکس از روی این دیوار برداشته نمیشه مقدس. مادر جون، هرچی میخوام این دختره رو از این خونه بیرون کنم شما بیشتر میذارین رو تخم چشمتون. چرا نمیخواین بفهمین؟ من تحمل این دختره رو ندارم. فاتح، بیا این عکسو بردار تو اتاق خودت بزن. بی خودی عصبانی نشو مقدس. اونا رفتن ماه عسل. بله، رفتن آنتالیا که دور از دعوا مرافعه با هم خوش بگذرونن. چی دارین میگین؟ نگین از همه جا رفتن هتل من. اوه، شکر خدا به مادرتون نرفتیم. خوش اومدین آقا فاتح. خیلی ممنون. خب بفرمایید.
قربونت برم من. وای این دیگه چیه؟ هتلمون. هتلمون یعنی هتلی که قراره بمونیم یا اینکه مال ماست، یعنی کل هتل واسه ماست. خدایی قارون این نسل شما اینا. شما چیزی مونده که نداشته باشین؟ آره قبل از تو آره دیگه نیست. آقا فاتح. آقا ایلهام، خوش اومدید. خیلی ممنون. خیلی خوشحالیم که قرار میزبان خانواده‌تون باشیم. معرفی میکنم، خانومم زینب. خوش اومدید. ممنونم. سویت مخصوصمون رو براتون آماده کردم. یه اکیپ هم تو اتاق بغلیتون گذاشتم که بهتون رسیدگی کنن. از سرویس‌دهی گرفته تا هر خدمات دیگه‌ای که بخواید. نیازی نبود آقا ایلهام، من و خانومم گفتیم فقط یه چند روزی بیایم حال و هوامون عوض شه. ما هم هر کاری بتونیم براتون میکنیم. بفرمایید از این طرف. ای وای چی شده؟ چمدونامون مونده تو ماشین. نگران چمدونا نباشین. خیلی وقت تو اتاقتونن زینب خانم. بفرمایید بریم. آره به خاطر بچه پرسیدم. بیا. فاتح این لوس چند متره؟ نمیدونم، 12 متر فکر کنم. ببینم قبض وقت چقدر براتون میاد. این خیلی زیاده، خیلی لامترخه. وای فاتح ادامه‌شو خودم باهاشون هستم. خسته شدم. شما میتونین برین. بیا بغل بابایی ببینم. مامانت یکم استراحت کنه. وای تو چه نگاش کن ببین چقدر نازه. وای تو چقدر خوشگلی کوچولو. ای جونم بخورمت من جونم. شما باباش هستین؟ البته. وای خیلی بانمکه، خیلی شبیه شماست. خیلی خوش تیپه آره. بچه‌مو بده ببینم. بیا مامانی. بیا پسرم بیا. با خاله خدافظی کن. خدافظ خاله. خدافظ. خدافظ. وای حسادت شروع شد. شماره واحد بغلی کنار تلفنه. در ضمن اگه چیزی نیاز داشتین من تو هتل هستم. باشه خیلی ممنون آقا ایلهام. خوش بگذره. فاتح این چیه؟ اینجا قد کل خونه ماست. خوشت اومد؟ یعنی تو تیپ من نیست ولی چشمو گرفته دیگه. بگم خوشم نیومده سنگ میشم. زینب نگاه، مادرها نیستن، باباها نیستن، مشکلات نیستن. یه مدت از همه چی دوریم، فقط خودمونیم. اینجوری نگو. یه لحظه حس کردم خیلی تنهام. عجب. شوهرت پیشته؟ ببینم تو میخوای مخمو بزنی آره؟ انگار میخوای یواش یواش از را بدرم کنی. من؟ جدی میگی؟ آره. تو هم انگار حسادتات شروع شده، یعنی غیرتی میشی انگار. چی؟ من؟ به تو حسادت میکنم. ای اگه سلیما میفهمید حتما به این موضوع خیلی میخندید. یعنی دم اون آسانسور از دخترها حرست نگرفت؟ ای بابا میدونستم اون حرفو بزنم اینجوری برداشت میکنی، ولی هدف من اونجا جلوگیری از بازیچه شدن پسرم برای نیت‌های کثیف. چرا به اون دخترها گفتم خاله؟ واسه اینکه با اینکه سنشون کم بود مثل پیرزنا لباس پوشیده بودن، واسه همین دیگه.
و اینم پسر منه. من به دنیا آوردم، برای همین اجازه نمیدم واسه مخزنی ازش استفاده کنی. درسته؟ یعنی پسر منه، مال خودم. پسر منم هست. چطور پسرته؟ پسر منم هست. پسرم بیا بغل بابایی. بیا ببین. چی کار میکنی؟ بیا ببینم. با کله میاد بغل بابا. ها؟ مامانی. فاتح دارم باهات حرف میزنم. بیا اینجا ببینم. بیا دیگه. بیا پدر پسر بریم دده. بیا بریم. اعصابمو خورد نکن دیگه. بیا ببینم. آه لالا. این دیگه چیه؟ اتاق ماه عسل درست کردن. اما این یه قتل عامه. حیف این گلا نیست. شاید باورت نشه ولی برای اولین بار باهات موافقم. هیچ هم رمانتیک نیست. آره دقیقاً هیچ رمانتیک نیست. این چیش رمانتیک آخه؟ داری سر به سرم میذاری؟ تو هم یه حرفمونو باور کنی میمیری زن؟ ای بابا ببین اون که ما رو آورده اینجا هر کی هست ایلهانه چیه بهش زنگ بزن بگو یکی رو بفرسته اینا رو جمع کنه ببره. من از اینا خوشم نمیاد. بچه فکر میکنه خوردنیه میذاره تو دهنش بعد خدایی نکرده ما باید کل مسافرتمون رو تو بیمارستان باشیم. زینب اول یه دوش بگیریم حالمون جا بیا. ببخشید نه چیزه دوتایی که نه جدا واقعا که حالا ز و ف هم نوشتن. زینب میگم اینا تو وانم گل ریختن. چی؟ اینا چی میزنن فاتح؟ هستی بپریم توش. شوخی تو شوخیات کم کم داره صحنه دار میشه. اصلا هم خنده دار نیست. بیمامانه نگاه کن تو رو خدا. به ما میخندی گلای؟ نه مقدس خانم به هیچ وجه. معطل نکن برو بیرون. نوش جونتون. اگه بگم یه جاسوس بینمونه اونم آخه چرنده. تا یه نقشه میکشیم میگیم همه چی رو به راهه زود همه چیزی رو میشه بازم. هیچ نمیدونم چی بگم خاله مقدس. از هرس مانیکورم خراب شد. اون پسر احمق منم افتاده دنبال دختره. هر جا بره اینم میره. اون دختره اونجا داره خوش میگذرونه ما اینجا داریم خودخوری میکنیم. نه نمیشه. نباید اینجوری دست رو دست بذاریم. دستتو باز کن درست بشی. باید یه کاری بکنی. به اون دختره فادیک زنگ بزنی؟ اون الان به درد نمیخوره. اما تو باز با اون وارد رابطه بشو. تو مشتمون باشه. ما یه نقشه قوی تر و بهتر لازم داریم. ارم مثل خیانت؟ شده در پسر ابله من از خیانت چی سرش میشه آخه؟ خب زینب چی؟ ارم گاهی شیفته هوش و ذکافتت میشم. از شما خیلی چیزا یاد میگیرم. خب تا اونا از سفر برمیگردن؟ نه نباید صبر کرد. اگه تو خونه بخوانم نمیتونن تنها بمونن اما تو هتل؟ ارم حاضر شو میریم آنتالیا. بریم آنتالیا؟ چیکار کردی کاکل سریع من؟ اونه واسه خوردن نبوسی؟ زینب ها حاضر شو بریم. پاشو بریم. کجا بریم؟ مگه اومدیم بچپیم تو اتاق؟ گرچه حق اتاق ماه عسلم به جا نیاوردیم. فاتح خیلی خوب برو حاضر شو. من جلوتر میرم میگم میزو آماده کنن. بالاخره یه مسافر معمولی که نیستیم. پاشو دیگه زشته پاشو. وقتی فکر میکنم میبینم کاملا یه آدم معمولی هم. یعنی اصلا اهل این چیزا نیستم. از این زرق و برق و میز چیدن و راننده ها و خدمتکارا اینا اصلا خوشم نمیاد. نه
برای ماه عسل اومدیم دیگه، از اون لحظه. چه ماه عسلی؟ بچه یکم مونده بره سربازی. تو سلیمو بدش به من. بیا پسرم. فاتح بگو یکیو بفرستم بیاد اتاقو تمیز کنه باشه. بگو خیلی ممنون، ولی خب خانم من به گل آلرژی داره. بگو جمع کنن. یکی هم اون میزی که میخوان واسمون بچینن. آره اونو مطمئن شو که هیچ گل و بلبل و اینجور قرتی بازی ها روش نباشه، اصلا خوشم نمیاد. باشه بهشون بگو دیگه. سرمو بردی. میدونی برای چی؟ چون از اون گل برگا زیر پامون بمونه هر جا بریم لک میندازیم. خب پیدام نکردی زنگ بزن. به من چی؟ همچنین پسر بدی نیستا. به نظر تو هم مامی زیاد حرف نمیزنه پسرم؟ نظرت چیه؟ میگی از خوشحالی بال در آورده ولی نمیخواد بگه؟ خیلی خوب، پس ببینیم سورپرایز پایینو که دید چی کار میکنه. بزن بریم پسرم، بریم. خیلی خوب، ببینم چیا دارم اینجا. خب هرچی گیر آوردی گذاشتی. اینم بدک نیست. دیگه چی هست؟ هیچی نیاوردم با خودم. اوف. بفرمایید. روز بخیر. بهم گفتن اینو تحویل شما بدم. ممنونم. این چیه؟ چقدر شیکه. مقدس خانم همه خطا رو چک کردم. متاسفانه ساعتی که میخواین جا ندارن. جا ندارن یعنی چی؟ یعنی متاسفانه هیچ کدوم صندلی خالی ندارن. مصطفی به هر قیمتی شده فردا منو راهی آنتالیا کن. لازم باشه هواپیمای شخصی کرایه کن. خودت میدونی چطوری. هواپیمای شخصی؟ چشم خانم، ببینم چه کار میشه کرد. فعلا با اجازهتون خانم. میگه بلیت نمونده. انگار از بخش اکونومی میگیری. چه خبره مقدس؟ انگار باز موضوعی پیدا کردی که بخوای با خود دعوا کنی. نه جونم، خیلی هم آرومم. دعوا نمی کنم. به حد کافی روزای ناراحت کننده داشتیم. فهمی جون، به نظر من حالا که آبا از آسیاب افتاده من یه سر برم هتلی جایی یکم استراحت کنم، از استرس در بیام. مگه نه مادر جون؟ خیلی فکر خوبیه. هممون یه استراحتی میکنیم آروم میشیم. مادر جون ولی منظورم اینه که یعنی تنها برم. اتفاقا منظور منم همینه. تو برو که ما هم یک کم استراحت کنیم. ما هم خیلی نیاز داریم. درسته فهمی؟ مادر بخندین نوبت منم میشه. آقا ایلهان سلام. سلام. احیانا فاتح و این برا ندیدی؟ چرا دیدم اونجا بودن. فکر کنم میشو منتظر شما هن. نه باشه ممنونم. خواهش میکنم زینب خانم. تقصیر منه که تو رو تنها میذارم. فاتح
چی کار دارین میکنین؟ همه جای بچه ما روژی کردین. ای وای مامانی بیا قربونت برم. کاکل سری من. ای وای وای تو چقدر بانمکی کوچولو آدم دلش میخواد قورتت بده. یواش. خیلی دوست داری بچه داشت و بچه خودتو قورت بده. زینب جون خانوما از پسرمون خوششون اومد. این که عصبانیت نداره. نه خیر داره. عصبانیت نداره. یه نگاه به سر و صورت بچه بنداز. همه جای صورتشو ماتیکی کردن دختره. بابا چرا اینقدر بزرگش میکنین؟ فقط یکم با پسرتون بازی کردیم مگه چیه؟ بازنم درست حرف بزن. وقتی خودت بچه دار شدی میفهمی جهله. من میرم. زینب کجا میری؟ هنوز شام نخوردیم زینب. من میل ندارم فاطمه. فهمیدی؟ میرم سر و صورت بچه‌مو بشورم. نگاش کن بچه‌مو. نگاه کن وضعشو. همه جاشو ماتیکی کردن. کیسه بکشی هم پاک نمیشه. مگه چیه؟ فقط یکم بوسیدنش دیگه. مثل بچه حسادت نکن. فاطمه برو سر عمت و شیره به مال. فهمیدی؟ یه بار دیگه هم ببینم از سلیم داری برای هدفهای کثیفت استفاده میکنی، عمرن دیگه سلیمو بدم بغلت کنی. اون هدفهای کثیف؟ برای تور کردن دخترها. من چرا باید بخوام کسی رو تور کنم؟ جلوی جذبه من کم میارن. خب چی کار کنم ها؟ فاتح هر کاری میخوای بکن ولی سلیم پیشت نباشه. زینب این حس خیلی طبیعیه. این حسادت عادیه، برای همه آدما پیش میاد. حسادت میکنی، اول قبول کن، بعد سعی کن نفس عمیق بکشی. چی داری میگی تو؟ چه حسادتی خود شیفته؟ خب این موقع همه آدما انکارم میکنن. قبول کن، سعی کن بپذیر. ایش سخت ترک خورد. ببین چقدر خود شیفته یا منه. چرا باید حسادت کنم؟ زینب خانم، آقا فاتح میزتون این طرفه، بفرمایید. حیف که گرسنم شده. قربون کاکل زرین برم من. مثل دلغک و همه جاش رنگی شده. اونا که زن نیستن که 100 قلم آرایشن. چقدر گندش میکنی؟ همش چند تا جای رژ رو صورت پسرم افتاده. همین 2 دقیقه نتونستی برای این بچه پدری کنی. میبینی من و پسرم خیلی هم خوش بودیم، مگه نه پسرم؟ از اینجور حرفا نزن. عادت نکنه. بچم چشه رو نشه، دل دخترها رو نشکنه. قربونش برم من. زینب اون دستمالو بهم میدی؟ خودت که دستمال داری؟ نه میخوام اونو بردارم ولی دستم درد میکنه. این چیه؟ به نظرت چیه؟ هدیه است. نه این جعبش خیلی با کلاسه. نمیخوام. حتما خیلی هم گرونه. نمیخوام. زینب دیوونه شدی؟ ببین مطمئنم خیلی بهت میاد. ببین فاطمه من نمیتونم اونو قبول کنم دیگه. تو چقدر لجبازی دختر. فقط یه هدیه ساده است دیگه. اینقدر ناراحت شدی، این همه چیز تحمل کردی، مگه این چیه؟ زیادیه. این برای من زیادیه فاطمه، باور کن. من از اینجور چیزای گرون خوشم نمیاد. برو با این دخترای دیگر رو گول بزن باشه، چون من گول این کلکا رو نمیخورم. تو زندگیت واسه یه بارم که شده به کسی اعتماد کردی؟ آره یه بار. من تو زندگیم یه بار به یه نفر اعتماد کردم. با اونم خدا رو شکر این کاکل زری رو به دنیا آوردم. پس وقتی بهم اعتماد کردی بنداز. فاتح اون داره میاد طرف ما. لازم نیست بترسی، خطرناک نیست. وای بومسی. خب چی کار میکنی؟ تریپ بر میدارم. ها؟ افتخار میدین با هم برقصیم؟
من بهتره که افتخار ندم چون اصلا رقصیدن بلد نیستم. تو خودتو بسپر به من عزیزم، پرواز میکنی. نه فاتحه نمیشه. من میدونی من خیلی گشنمه. وقتی گشنمم بخوام برقصم سرم گیج میره میافتم رو زمین. آره زینب بیا اینجا، بیا. من آخرین بار اینجوری تو جشن دیپلممون رقصیدم. آره اونجا یه پسری بود ازش خوشم میومد. وقتی داشتم باهاش میرقصیدم از هیجان اینجوری پاشو مثل بولدوزر له کردم. اونم تا کی دیگه با من حرف نمیزد. نمیدونم چرا انقدر ناراحت شد. خب له کنم اگه چی میشه؟ آدم با همین له کردن و رقص یاد میگیره دیگه. بس کن از این لحظه لذت ببر. فکر کنم از سلیم یه صدایی شنیدم. سلیم خوبی پسرم؟ آی فکر کردم یه لحظه چیزی توی کلوش پریده باشه. خوبه پس چیزی نیست. آها به حد کافی رقصیدیم دیگه. بیا یکم غذا بخوریم، من خیلی گرسنمه. بیا دیگه. لطف کردی. خیلی قشنگ زدین. ممنونم، خیلی ممنون. ای خدای من، این که هنوز داره میزنه. نوش جونمونه. حالا من یه چیزی از تو چرا استقبال نمی‌کنن نمیفهمم واقعا. که ارم جون بیخبر اومدیم اینجا دیگه. خب برای همینم خبر ندارن که بیان. میگم کاش یه جای دیگه میموندیم. نمیتونیم از عملیات دور بمونیم که، وگرنه همه چی به هم میریزه. درسته، باید هم نزدیکش باشیم هم ما رو نبینم. درسته. بله باشه داریم میان. طرف اومده منتظرمونه. بریم. هتلتون خیلی قشنگه مامان جون. اول یه ماساژ بریم. حالا اولین هدفمون مامیه. مگس سمج. صبح بخیر. صبح بخیر تنها مرد زندگیم. خیلی ممنون. اگه همیشه اینجوری بهم بگی من هر روز اینجوری بیدارت میکنم. مگه به تو گفتم؟ من به پسرم گفتم. به پسرم بیا عشقم. قربونت باشو بگیر. اینم مرد زندگی. جون میخواستم از سورپرایزم برات بگم اما ولش کن. این دفعه چی خریدی فاتح؟ زینب یه چیزی که اصلا نمیتونی حدس بزنی در این حد. انقدر خوشت میاد که نگو. اصلا یه وضعی. عجب. یعنی از صبح تا شب قربون صدقم میری در این حد. مگه چیه؟ اول من با پسرم میریم پایین صبونه، تو هم حاضر میشی میای، بعد از صبونه میفهمی چیه. بیا پسرم گلمونو بدیم به مامی. بده پسرم. خیلی ممنون عشقم. بزن بریم. خانوما سلام، من نجاتیم. چه کمکی از دستم برمیاد؟ سلام نجاتی. ما
میتونیم بهت اعتماد کنیم؟ اینجا همه به هم اعتماد دارن، ولی شما هم باید اعتماد منو جلب کنین. اونش خیلی راحته، تو فکرشو نکن، حلش میکنیم. شما رو نمیشناسم، پولمو نگیرم شروع نمیکنم. ببینین همونجوری که خانم گفتن شما پولتون رو خواهین گرفت. اول کارتون رو بکنین. اگه پولو ندین چی؟ چطوری پیداتون کنم؟ کی هستین؟ از کجا میاین؟ هیچی نمیدونم. ببینین این خانم صاحب این هتله، کسی نیست که این چندرغاز شما رو نده. که اینطور؟ ارم جون چه کار خوبی کردی، هویتمو فاش کردی. خب از من چی میخوای؟ باید دزدی کنی. ارم اگه میشه تو چند لحظه صحبت نکن. میدونین ما کار سختی از شما نمیخوایم. این دختر تو این هتل میمونه، شوهر و بچه‌شم کنارشم. اسم دختر زینبه. ازت میخوام وانمود کنی دوست پسر سابقشی، مرتب سر راش سبز بشی، پیش شوهرش از گذشته‌تون حرف بزنی. شب که خوابیدن میری تو اتاقشون، جفتشون رو بیهوش میکنی، دختره رو میکشی تو اتاق و روی تخت خودت یه چند تا عکسم میگیری. یعنی زینب صبح روی تخت تو بیدار میشه. خب چرا این کارو میکنی؟ این دختر همسر جدید شوهر سابقتونه؟ این هیچ ربطی به شما نداره. ببینین کار خیلی سختی میخواین. این هتل یکی از امن‌ترین هتل‌های سطح دنیاست. رفتن تو اتاقای دیگه غیر ممکنه. میدونی تو نگران اونش نباش، زمانش که رسید اون در برات باز میشه. خب چی میگی؟ دوبله شده در استودیو جیم. سلین سلام، چطوری؟ خوبم، خیلی خوبم. تو چطوری؟ خوبم، یکم شرمندم. وقت داری حرف بزنی؟ خب حدس بزن من کیم. چه خبره؟ تو کی هستی؟ منم همینو میگم دیگه، حدس بزن من کیم. آقا جون این دستاتو از رو صورتم بردار. تو کی هستی؟ زینب خودم. یه هلدینگ بزرگ میخواد شرکتمون رو ازمون بخره مادر. به خصوص سر برنده شکرچیزاده پافشاری میکنه. به هیچ عنوان اجازه نمیدم. ما هم خیال فروش نداریم مادر. این اسم چطور از پدر بزرگت به تو رسیده؟ از تو هم به نوت میرسه.